بعدی این نشست جناب آقای دکتر علی میرسپاسی هستند، استاد دانشگاه نیویورک، استاد برجسته دانشگاه نیویورک، استاد ایرانشناسی، قبلا رئیس هیئت علمی به اصطلاح دین در آن دانشگاه بودند و در دانشگاه دیگر. چهره بسیار خوشنام علمی و سیاسی با تجربه سیاسی و علمی بسیار گرانبار. باز هم تشکر میکنم از جناب آقای گنجی برای دعوت و برگزاری این جلسه و از جناب آقای دکتر میرسپاسی خواهش میکنم مثل همه عزیزانی که تا الان هر کدوم در 20 دقیقه مطلب رو فرمودن به تشخیص خودشون مطلب رو ارائه بفرمایید. متشکرم. خیلی متشکر. اجازه نمیداد که من آن میوت کنم خودم. من هم از شما آقای کمالی و آقای گنجی واسه فراهم آوردن این دوستان در این بحثا تشکر میکنم و خوشحالم که در بین دوستان و عزیزانی که اینجا هستن، چه شرکت کنندگان چه سخنرانان، حضور دارم تا چند نکته ای رو خدمت شما بگم. امیدوارم که صدای من میاد، مشکلی از این نظر نیست. خیلی ممنون. مطالب زیادی گفته شد و حقیقتا به یه شکلی شاید بشه گفت این جلسه میشه گفت یک نوع شروع یک سری بحث های بسیار وسیع‌تری رو لازم داره که همه این نکاتی که گفته شد در جزئیات مورد بحث واقع بشه. نکاتی رو که من میخوام بگم تا حدی خیلی نکات کوچیکتر و مشخصتریه. امیدوارم که حوصله دوستان رو سر نیاد از این نکاتی که من میخوام بگم. نکته اولی رو که من میخوام بگم اینه که اون چیزی که ما میگیم فاجعه غزه، فکر میکنم توی تیتر این پروگرام هم هست، این حقیقت داره. الان ما شاهد و ناظر این هستیم که یک فاجعه انسانی در غزه داره رخ میده. من حقیقتا فکر میکنم پیش از هر مقدمه و پیش زمینه تاریخی و سیاسی و غیره، ما بایستی اخلاقاً ابراز خشم و انزجارمون رو از کشتن مردم غزه که مسلماً در جنگ هیچ نوع جنگی هم شرکت نداشتن بایستی اعلام کنیم و این کار بایستی انجام بشه بیرون از مسئله اینکه موضع سیاسی ما راجع به فلسطین یا اسرائیل چیه. خطر این که ما یا سکوت کنیم که خیلی دوستان این روزا این کارو کردن، یا اینکه بدتر اظهار خوشحالی بکنیم از کشتار فلسطینی ها یا حتی از بین رفتن مثلا فلسطینی ها، این هستش که این نوع اعمال غیر انسانی و غیر اخلاقی فقط محدود به این مورد خاص نخواهد بود. اگر اسرائیل بتونه بدون اینکه محکوم بشه، حالا این محکوم، من منظورم نیست که در سازمان ملل محکوم بشه، حالا اگر اینطوری بشه که خیلی خوبه، ولی در انظار عمومی جهان به یک نوعی محکوم بشه و یا اینکه یک نوع توافقی حاصل بشه که مثلا چند سال یا چند وقت بعد از این قضیه که
یک کار خیلی شنیع غیر اخلاقی غیر انسانی اسرائیل کرده، این از چند نظر خبر خوشیه. یکی این که من امیدوارم این کشتار خیلی ادامه پیدا نکنه، و دیگر این که دولت‌های دیگه، کشورهای دیگه با دلایلی که همیشه میتونن تولید بکنن هم آدم امیدواره که دست به یک همچین جنایاتی نزنن. بنابراین این بحث ابتدایی من یک بحث نسبتاً کلی اخلاقیه. این یک بحثی نیست که به نظر من این اشتباهی که ما بیایم این رو در چارچوب مثلا تاریخ استعمار بخوایم تبیینش کنیم. عیبی نداره اگه کسی بخواد این کارو بکنه، ولی حقیقت قضیه این هستش که اگر ما بخوایم این بحثی که به هر حال به یه شکلی یک بحث یونیورسال اخلاقی هست رو بیاریم، مثلا به اون شکلی که آقای رجایی گفتن از بحث های فانون بیرون بیاریم، حقیقتش اینه که منو شخصا خیلی نگران میکنه. چون که اولا بعضا اسرائیل هم یک همچین استدلالی رو میکنن. لااقل یک سری از روشنفکرای اسرائیل که طرفدار این نوع سیاست ها هستن، اینها هم بحثشون اینه که کاری که اسرائیل داره میکنه یک نوع جنگ آزادی بخش ملیه، و این به اصطلاح یک سری این چیزی که اینها رو الهام میده آزادی و رهایی ملت یهودی هست. و اونها هم بعد داستانها دارن از جنایاتی که بر علیه یهودی ها شده، گرفتارهایی که یهودی ها داشتند در تاریخ چند هزار ساله، و اون وقت ما میمونیم و این بحث که حالا کی بیشتر بهش ستم شده و کی به اصطلاح از این زاویه تاریخی حق داره یا نداره. بحث من در اینجا دقیقا اینه که ما اگر حاضر نباشیم، علی رغم اینکه موضع سیاسی ما راجع به فلسطین و اسرائیل چیه، این کشتار رو محکوم کنیم، پیامدهای بسیار بسیار خطرناکی این کار ما خواهد داشت. همونطور که گفتم اگر سکوت کنیم این پیامد رو خواهد داشت، و اگر هم تأیید کنیم که خیلی بدتر. و خواهش من از تمام دوستان ما اینه که این مسئله رو نیاییم محدودش کنیم به اختلاف یا مسئله فلسطین و اسرائیل. شما این بحث این هستش که از نظر اخلاقی یک کشور میتونه مردم غیر نظامی رو به عمد بمباران کنه و بکشه و زندگی و خودشون رو نابود کنه. این فرق میکنه با اینکه حرفی که آقای علوی تبار زدن درسته. هیچ جنگی خیلی تمیز نیست و در تمام جنگ ها آدم های بیگناه کشته میشن، ولی چیزی که ما الان داریم میبینیم خود دولت اسرائیل اعلام میکنه به یه شکلی نابودی مردم غزه است. حالا اونا میگن که ما این کار داریم میکنیم به خاطر اینکه حماس از مردم ما رو کشتن، ولی در اینکه همچین کاری دارن میکنن هیچ نوع به نظر نمیاد که اونها میگن همچین کاری
در حال انجام نیست. 11,000 نفر هم که گفته میشه کشته شده، اغلب اینها نظامی نیستن، اغلب اینها سربازان مثلا حماس هم نیستن. من دوباره اینو باید تاکید کنم که من فکر میکنم ما باید این موضوع رو بگیریم، حتی اگر فکر میکنیم دولت اسرائیل مشروعه و حالا به هر دلیلی، و حالا یا نظر بیطرفانه داریم یا حتی ممکنه بیش از این که ما به فلسطین سمپاتی داشته باشیم به اسرائیل سمپاتی داشته باشیم. و البته این هم دیده میشه، آدمایی هستن که حتی در اسرائیل زندگی میکنن و یک همچین گرایشی هم دارن. نکته دیگه اینه که من میخوام بگم که چرا این بحث این موضوع اخلاقی یونیورساله. هیچ گونه اما و اگری هم نمیتونه این بحث اخلاقی رو محدود کنه. اینکه ارتش هیچ کشوری نمیتونه مردم یک کشور یا سرزمین دیگری رو به قصد نابودی اونها بمباران کنه، بکشه و از بین ببره. حتی اگر گفته بشه که مثلا استدلالی که معمولا آورده میشه در مورد شکنجه، که اگر ما یک آدمی که دستگیر شده و در زندان هست این رو میشه شکنجه کرد، چرا که ممکنه این شخص اطلاعاتی رو داره که باعث نجات یه عده دیگه میشه، یا اینکه حتی با گفتن اینکه حماس یک نیروی تروریستی هست. نمیخوام وقت بگیرم. تمام این استدلالاتی که امروز به نظر میاد برخی از هموطنان ایرانی ما دارن میکنن که توجیه کنن کار اسرائیل رو، اینها هیچ کدوم نمیتونه این بحث اخلاقی رو محدود کنه. نکته آخری در این زمینه من میخوام بگم واسه دوستانی که با من مخالفن، اونایی که موافقن فکر نمیکنم خیلی احتیاج داره من حرفی بزنم که متقاعدشون کنم، اینه که یک دقیقه فکر کنید که دشمنان شما هم میتونن یه همچین بحثی شبیه چیزی که الان اسرائیل داره به کار میبره، یه همچین بحثی رو بکنن و من و شما رو از بین ببرن. من مثال میزنم، در سوشال میدیای ایرانی ها دیدم یکی دو نفر از دوستان کرد این بحث رو کردن که کردستان اشغال شده و جمهوری اسلامی جنوساید در کردستان ایران راه انداخته و یک کس خاصی که در این سوشال میدیای خاص نوشته بود میگفتش که کاملا این مشروع هست که کردها ایرانی های غیر نظامی یا ایرانی هایی که از نظر من میگم بیگناه هستند رو در هر کجا که هستن اگه میتونن بکشن و نابود کنن، چون که اینا اشغالگر هستن. دقت کنید که اگر ما بی تفاوت به یک همچین مسائلی باشیم، حالا آقای گنجی درست میگن، یک داستانی ایشون گفتن، حالا کمی هم یک طرفانه بود، ولی از اینم بگذاریم و بگیم همه این حرفا درسته. اگر به این تاکید نکنیم که دلیل دفاع ما از یا اظهار انزجار ما از کشتار کنونی مردم غزه فقط به خاطر این نیست که ما یک سری فکت و یک سری حقایق تاریخی داریم که نشون میده
مردم فلسطین تحت استثمار و ستم هستند و بلکه این کار اصولاً و اخلاقاً اشتباهه. همیشه طرف مقابل ما میتونه یا اطلاعات ما رو زیر سوال بره یا اطلاعات جدیدتری رو بیاره یا حتی بعضا اطلاعاتی جعل بشه و بیاد و یعنی استدلال ما به کار برده بشه به عکس، ولی به عکس بر علیه ما. در واقع اگه یه همچین کاری ما بکنیم یک نوع گزینش اخلاقی خودسرانه سلکتیو خواهد بود که ما زمانی که از نظر سیاسی با یک نیروی موافق هستیم و مخالف هستیم یک سری موضوعی میگیریم ظاهرا اخلاقی ولی خیلی مشخص در یک مورد خاصی. اتفاقا به نظر من انتقاد اصلی هم به فانون همین هست. مسئله خشونت نیست، مسئله خیلی ورای این میره که من نمیخوام وارد اون بشم. یه نکته دیگه راستشو بخواید، مسئله ای که من رو خیلی غمناک کرده تو این یک ماه اخیر و حتی میخوام بگم خیلی من رنج میده، بحث و گفتگوهایی هست که در ابعاد مختلف میون ایرانی ها روی این مسئله، در واقع میشه گفت این جنگ غزه و پیامداش انجام شده. یک روایت غالبی الان وجود داره ظاهراً که این غالب این روایت غالب اینطور به نظر میاد روایت میشه که ایرانی ها تا پیش از انقلاب همه طرفدار فلسطین بودن و مخالف اسرائیل بودن و با اومدن جمهوری اسلامی و اینکه در جمهوری اسلامی خیلی مسئله فلسطین بزرگ میشه، ایرانی ها به یک شکلی مثلا ضد فلسطین شدن. این بحث بزرگتریه، امیدوارم در یه جایی ما بتونیم این بحث رو بکنیم، ولی حقیقت قضیه اینه که این مسئله اولا حقیقت نداره. در اون زمینه‌ای که من اطلاع دارم بحث‌های روشنفکران ایران هست راجع به فلسطین و راجع به اسرائیل. اولا روشنفکرای ایران تا جایی که من اطلاع دارم یا اون بحثایی که من دیدم در هر دو مورد نگرش های دوگانه داشتن. یعنی به هر حال در میون روشنفکران ایران، و حالا من روشنفکران ایران که میگم روشنفکران که گرایش چپ هم دارن میگم که معمولا به عنوان طرفدار فلسطین معروف هستن، اونها به یک در به وجود اومدن دولت اسرائیل و کارهایی که دولت اسرائیل کرد همیشه یک نوع به نوعی ازش الهام میگرفتن و اینو شما میتونید مثلا در نوشته آل احمد در سفر به اسرائیل ببینید، در نوشته های آقای آشوری ببینید، در نوشته های آقای براهینی ببینید و دیگران. و خیلی جالبه اینها کسایی هستن که هم ضد امپریالیستن، هم ضد استعمار و اینها هستن، ولی اینها و آدمای مطلعی هم بودن که کاملا میدونستن که اسرائیل رابطش با امریکا چیه، ولی به یه شکلی اسرائیل رو که در این منطقه‌ای که ما هستیم وجود داشت رو یک گونه ای استثناء میدونستنش. من واقعا میدونم اکثر دوستان کتاب ولایت اسرائیل رو که آل احمد نوشته حتما خوندن، ولی در رابطه با مسائلی که امروز مطرح میشه
اگه لطف کنید و دوباره بخونید میبینید این رو، این دوگانگی، این از یک طرف شک و شبهه، از یک طرف امیدی که به اسرائیل هست رو شما میتونید در این نوشته آل احمد ببینید. رضا براهنی یک کتابی داره که این کتاب اتفاقا در سال 1363 چاپ شده. یعنی این سالی هستش که اولا آقای براهنی هنوز طرفدار آقای خمینی و جمهوری اسلامی هست و بعد از انقلاب این کتاب نوشته شده. این کتاب اسمش هست یه چیزی مثل سفر مصر، آل احمد و اسرائیل. حالا ما راجع به سفر مصرش نمیخوام چیزی بگم، گرچه من خوندن این سفر مصر هم خیلی توصیه میکنم به همه، چرا که براهنی که بالاخره ایشون هم گرایش چپ داشته، هم در این و در مورد مسئله اسرائیل و فلسطین اینا هم نوشته های دیگری داره، جهان رو میشناسه. به گونه ای که ایشون رابطه ایرانی ها و اعراب رو در این به اصطلاح بخش اول این کتاب شرح میده یا تحلیل میکنه یا تجسم میکنه، خیلی جالبه که امروز ما بخونیم. ولی قسمت دومش که بحث راجبه کتاب آل احمده، در واقع براهنی میخواد یک نقدی بکنه از کتاب سفر به اسرائیل خانم سیمین دانشور و آل احمد به اسرائیل که 2 هفته در اونجا بودن. الان وقت نیست که من بخوام تمام اون بحث رو بگم. به نظر من این بخش این کتاب خیلی خیلی جالبه واسه فهمیدن لااقل گرایشات روشنفکری ایران در رابطه با مسئله اسرائیل و فلسطین. خیلی خلاصه بخوام بگم، بحث براهنی اینه که بعد آل احمد یک نوع نیمه یوتوپیایی در اسرائیل میدید و این رو میشه دید در این کتاب سفر اسرائیل یا ولایت اسرائیل. گرچه آل احمد متوجه بود که امریکا به یه شکلی سبب شده که اسرائیل به وجود بیاد و به یه شکلی اسرائیل به اصطلاح ادامه امپریالیسم امریکا در این منطقه هست، ولی آقای براهنی اینو می نویسه که آل احمد از اینکه بر اساس هویت یهودی اسرائیل تونسته یک کشور قوی رو درست کنه و این کشور رو بسازن، این خیلی شوق و خیلی خیلی اشتیاق در ایشون ایجاد کرده و براهنی هم عملا تایید میکنه که آل احمد روی هم رفته مثبت نسبت به اسرائیل. میدونم که دوست عزیز ما آقای حمید دباشی اینجا بودن، ایشون هم اخیراً یک کتاب خیلی خیلی جالبی راجع به آل احمد نوشته بودن. من دوست داشتم ببینم ایشون چه قرائتی از این بحثای براهنی داره و به خصوص از کتاب آل احمد، ولی مثل که ایشون گفتن که باید برن. من فکر میکنم هنوز اگه 4-5 دقیقه وقت دارم یه پاراگراف از این کتاب آقای براهنی رو میخواستم بخونم که نشون میده که جامعه روشنفکری ایران اون گونه که ما میپنداریم یا اون گونه که امروز به خصوص کسانی که با چپ خصومت دارن یا با روشنفکران ایران خصومت دارن و فکر میکنن اینا آدمای دوگمی بودن که همیشه مثلا یک موضع سیاسی خاصی میگرفتن و همه دنبال میکردن، این کتاب
اینو نشون میده، ولی به خصوص این پاراگراف تا حدی نشون میده که یکی این که روشن فکران ایران، این صحبت پیش از انقلابه، اولا همیشه با جهان، با بحث هایی که در جهان رخ میده در حال گفتگو بودن. این خیلی این بحث هایی که راجع به اسرائیل و فلسطین می شده بحث هایی نیست که فقط در محدوده خیلی تنگ ایران بوده. و دوم اینکه حتی زمان جنگ 6 روزه هم خیلی در ایران انعکاس بزرگی در مثلا مطبوعات ایران راجبه این جنگ نبوده. من اینو میخونم آقای کمالی و بحثمو ختم میکنم. این از البته کتاب آقای برهنی است که بهتون گفتم. آقای برهنی میگه در تیر ماه سال 46 پس از حمله سارق‌آمیز اسرائیل به کشورهای عربی و شکست اعراب، شادروان جلال آل احمد مقاله‌ای نوشت به صورت نامه رسیده از پاریس. آل احمد پاریس بوده، که بخشی از آن خطاب به روشنفکران ایران است. این کوده: من این روزها از فارسی دانستن خودم بیزارم. در سراسر مطبوعات فارسی جز یک مقاله در مجله سپید و سیاه هیچ چیز دیگری ندیدم که بشود گفت آن را یک ایرانی نوشته. اگر وجدان روشنفکر اروپایی ناراحت است که چرا به آن یهودی کشی ها رضایت داده، روشنفکران ایران چه میگوید که استر ملکه اش بود و مردخای وزیر شاه هخامنشی و دانیال نبی امامزاده اش. وجدان روشنفکر ایرانی باید از این ناراحت باشد که چرا نفت ایران در تانک و هواپیمایی میسوزد که برادران عرب و مسلمانش را میکشند. وجدان روشنفکر ایرانی باید از این ناراحت باشد که چرا نفت سعودی و کویت در تانک ها و هلیکوپترهایی میسوزند که ملت فقیر ویتنام را به توپ بستند. چه کسی گفته است که وجدان روشنفکران ایران هم باید مطبوعات فرنگ بسازند؟ دقت میکنید که آل احمد داره میگه بعد از یکی از مهمترین وقایع سیاسی خاورمیانه که جنگ 1967 هست، من خودم شخصا تحقیق نکردم که بگیرم این درسته یا نه، ولی آل احمد داره میگه که فقط در سوپیتسیا یک مطلب در این زمینه روشنفکران نوشتم و این خیلی جالبه. و این نوشته آل احمد هم جالبه. دقت کنید که آل احمد همینطوری که داره فلسطین رو میگه ویتنام هم میاره. یعنی اینکه آل احمدی که امروز خب انقدر همه محکومش میکنن، میگن این مثلا همه چیز رو از زاویه مثلا اسلام و غیره میدید، از پاریس این نامه رو به روشنفکران ایران مینویسه، اظهار نگرانش رو میکنه و حرفی میزنه که امروز من دیدم تقریبا برخی از دوستان گفتن، مثلا حمید در بحث اولش تقریبا به میزان این حرف رو زد که رابطه افکار عمومی غرب و اون نراتیو اونها چیه و ما چه کار بایستی بکنیم. نکته آخر این که این نامه یا مقاله آل احمد در یک مجله چاپ میشه که ساواک خیلی زود در ظرف یکی دو روز بعد از اینکه این مقاله منتشر میشه، اون مجله که اتفاقا خیلی جالبه اسم اون مجله هست دنیای جدید، اون مجله توقیف میشه، شماره اون مجله جمع آوری میشه، اون مجله هیچ وقت دیگه چاپ نشد. و میخوام بگم که شرایط سیاسی ایران هم برخلاف چیزی که امروز این نراتیوی که دست راستی های ایرانی بیرون میدن که یک عمر ما
ما، منظورم روشنفکران ایرانی یا کسانی که در سیاست هستن، از فلسطین دفاع کردن و ایران بدبخت شد و امروز اینقدر شادی و شوق واسه کشتن فلسطینی ها دارن و متاسفانه به شکل گمراه کننده ای فکر میکنن که اگه فلسطینی ها کشته بشن یا از بین برن آینده ایران بهتر میشه. نشون داده میشه که این روایت چقدر یه روایت تاریخی کاملا جعلی هست. یک دنیا متشکر. ببخشید که اگه من از 20 دقیقه بیشتر صحبت. بسیار متشکرم جناب آقای دکتر میرسپاسی عزیز. نکته بسیار مهمی بود، از جمله در جزو سایر نکته‌های مهمی که بیان فرمودید این ضرورت توجه به موقعیت جهانی و نه فقط موقعیت منطقی و بسیار نکته مهمی است. از جمله نکات مهمی که فرمودید